بریم یه ریتم 6 و 8 استرو که جدید بهتون یاد بدم که آهنگاتون یه خورده بتونید بهش تنوع بدید. روی آهنگ سیاوش اجرا میکنم، ببینید چه جوریه، بعد توی اسلاید بعدی بهتون توضیح میدم. خیلی غریبی واسه من، از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو لونه سایه ها شدی. این ریتمتون همون 6 و 8 استرو که قبلا که داشتیم، 1 2 و 3 و 4 5 6 تونو ما میایم ضرب 4 رو میکنیم آپوگادو و یه ضربه به سمت بالا. یعنی چی؟ یعنی میگیم 1 2 و 3 و 4 و، یعنی توی ضرب 4 تو به جای اینکه یه ضرب ساده باشه 4 5 6، توی همون ضرب 4 تو میگید 4 و، یعنی یه آپوگادو میزنید و سریعا به سمت بالا که بشه 1 2 و 3 و 4 و، اوکی، 1 2 و 3 و 4 و 1 2 و 3 و 4 و ضرب 5 و 6 تون رو به حالت نمایشی به سمت پایین تقریبا یا حالت ریزی میزنم که میتونم اونجا پاساژم بهش اضافه بکنم. یعنی چی؟ 1 2 و 3 و 4 و 5 6 1 2 و 3 و 4 و 5 دو تا به سمت پایین. مثلا توی این آکوردم ببینید 1 2 و 3 و 4 و 5 6 1 2 و 3 و 4 و 5 6 1 2 و 3 و 4 و 5 6. امیدوارم که پست دوست داشته باشید. اگه سوال داشتید ازم بپرسید. لطفاً پست رو برای دوستاتون به اشتراک بذارید. لایک و ذخیره فراموش نشه. ارادت یا اهلی خدا.